سلام، به روز 16 چالش لاغری خوش اومدید. دوستان عزیزم ممنون میشم با مشترک شدن با من لایک و کامنت حمایت کنید تا توی این راه کم نیارم و ادامه بدم و براتون تولید محتوا بکنم. من برای تایم فستینگم یه لیوان دمنوش چای سبز خوردم که کالریش 0 هستش. ناهارم مثل هر روز یک بشقاب سالاد فصل دارم. سالاد خیلی کمک میکنه حجم معده پر بشه. ناهارمو سعی کردم یه مقدار برنجمو کمتر کنم، 150 گرم خوردم به همراه 150 گرم کباب تابعی که شد 680 تا. چون میدونستم که عصر مغازه فرصت نمیکنم میام وعده بخورم، نصف لیوان شیر پرچرب و به همراه یک شات قهوه اسپرسو خوردم که میشه همون قهوه لاته. البته همسرم زحمت کشید درست کرد و کل کالریش هم 80 تا بود. بعد شام چون خیلی خسته بودم غذا از بیرون گرفتیم و یه رونه مرغ و 200 گرم سوپ جو خوردم و کالری شد 720 تا. تا آخر شب 1480 تا مصرف کردم، ولی خب پروتئین خوبی مصرف کردم، کربوهیدرات هم خیلی